روز 2 اکتبر با رضایت وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان مجازات سرکشی از پرداخت الیمنت به فرزندان نابالغ و یا والدان پیرانسال از 5 سال قبلی تا به 7 سال شدیدتر شد. عظمت شیمبالوف رهبر دفتر پنال ریفورم اینترنشنال، سازمان بین‌المللی اصلاحات جنایی که مسئله رعایت حقوق انسان را در کشورهای آسیای میانه پیگیری میکند، گفت دادگاه‌ها در این منطقه و از جمله در تاجیکستان به آنکه که خوفی کردار شخص به جامعه را تشخیص کنند او را برای مدت‌های طولانی زندانی میکنند. عظمت شیمبالوف میگوید با اعلان حکم‌های سخت دولت میخواهد به دیگران سنگینی جزا را نمایش دهد، اما در اصل بجز از شکست حیاتی محکوم شده ها نتیجه دیگر نمیدهد و با کم شدن میزان جنایت تاثیر نمیرساند. تاجیکستان طی 2 سال اخیر جزا را برای یک زمره جنایت‌ها سنگین تر کرد. از جمله در سال 2016 جزا برای تحقیر عمومی پرزیدنت و یا پیشوای ملت سخت‌تر کرده شد و در صورت آشکار شدن این کردار در اینترنت متهم می‌تواند تا 5 سال زندان شود. در این سال همچنان جزا برای کردار سفیدکنی عمومی تروریسم نیز سنگین تر شد. اگر این عمل در اینترنت صورت بگیرد، دادگاه می‌تواند شخص مجرم را تا 15 سال روانه زندان کند. در این مدت همچنان جزا برای جنایت‌های اقتصادی مثل سرکشی از پرداخت انداز و گمرک نیز سنگین تر شدند. این جنایت که در گذشته با جریمه و یا 2 سال زندان تمام می‌شد، اکنون با 5 سال زندان را در نظر دارد. گذشته از این تاجیکستان در بعضی قضیه‌ها مثل قضیه صاحبکار زید سعیدوف و وکیل مدافع بزرگمهر یاروف حکم‌های بیش از 20 سال را به کار برد که در کشورهای دیگر تنها در رابطه به افراد خطرناک برای جامعه استفاده می‌شود. وطن عبدالرحمانوف، دادرس تجربه‌دار تاجیک که عین زمان بازنشسته است، گفت سخت‌تر کردن جزا در اکثر موارد نتیجه برعکس می‌دهد. او گفت اینا همیشه کردن در کار که فرزندو به یگان چیز نمونه. فکر کردم در کار آینده. و چه کردم؟ کی مبلغ می‌دهد؟ کی می‌خورند؟ کی می‌پوشاند؟ دولت نمی‌پوشاند. دولت خود قشاق کمتر. این دادرس سابقه‌دار میگوید در گذشته دولت هنگام نپرداختن الیمنت به کودکان یاردم پولی میداد و با جلب پدر سرکش به کارهای مجبوری هم الیمنت کودکان و هم خراجات خودش را از او رویانیده می‌گرفت. برخی از بندهای قانون جنایی تاجیکستان در پس منظر شدت یافتن مبارزه با تروریسم در پی گرایش گروهی از جوانان تاجیک به حزب و حرکت‌های تخریبکار در خاورمیانه و افغانستان سنگین تر شدند. جزا برای کردارهای مثل ترغیب و یا سفیدکنی عمومی تروریسم محض در همین راستا سنگین شدند. اما عین حال بابا نظر و حقوق شناس و فعال جامعه شهروندی در تاجیکستان میگوید سنگین تر شدن جزا برای تروریسم پیش راه آن را نمیگیرد. آخر ببینید که حتی تروریست‌ها خود را میترکونند، همیشه نیست. یعنی که وای نمیترسد از مردن. این معنای آن را دارد که هزار که دولت جزا را بلندترین هم کند، اگر وای تروریست باشد از راهش نمیگردد. برای که تروریسم از راهش گردد با سبب‌هایش مبارزه بردن در کار. با باور بابا نظر و بیشتر جوانان بنابر نیافتن جا و موقع خود در جامعه، نبود جای کار، نقض حقوقشان به حرکت‌های افراطی و تروریستی پیوستند. او گفت برای جلوگیری از گرایش جوانان به این گروه‌ها باید پیش از همه شرایط اجتماعی و امکانات‌ها برای تحصیل جوانان را بیشتر کرد. چند از سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بنیاد حقوق بشر سازمان ملل و پنال ریفورم اینترنشنال از تاجیکستان بارها دعوت کردند که جزاهای کودکس جنایی را بازبینی و معیارهای آن را بشری کند. اما مقامداران تاجیک میگویند جزاهای سنگین بر پایه تقاضای زمان صورت میگیرد و هدف تنها جلوگیری از جنایت‌های خوفناک به ثبات و امنیتی جامعه است. با این هم به گفته قانونگذاران تاجیکستان بدون دعوت‌های سازمان‌های بین‌المللی هم برای بازبینی کودکس جنایی اقدام کرده است. صبحیدین بهردین زاده، معاون رهبر مرکز قانونگذاری تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت: این کاری دولتی است که گروه کاری است که نزدیک چه بین دوروی و همیشه هست که گروه و یک بار چه گمانیزاتی در چه جوری میکنند در لایحه کودکس جنایتی در تحریر نو. این مقام تاجیک گفت به احتمال زیاد تا انجام امسال تهیه کودکس نو جنایی به انجام رسیده به بررسی حکومت پیشنهاد می شود.